به کانال کابوس شبانه خوش آمدید. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. قضاوت واقعی بودن یا نبودن داستان‌ها فقط و فقط به عهده شماست. من پارمیدا هستم و این داستانیه که هیچ وقت نمیخوام فراموش کنم. داستانی که به خاطرش دیگه هیچ وقت به پنکا اعتماد نکردم. همه چیز از یه روز معمولی توی تابستون شروع شد. هوا گرم و طاقت فرسا بود و من تصمیم گرفتم از پنکه برقیم استفاده کنم. پنکه‌ای که از بچگی به یاد داشتم و همیشه تو روزای گرم تابستون یاریم میداد. اما اون روز حس عجیبی به هم دست داد. احساس میکردم پنکه بیشتر از اون چیزی که باید داره صدا میده. بعد از چند دقیقه وقتی نشسته بودم و به تلویزیون نگاه میکردم متوجه شدم که صدای پنکه عجیبتر و وحشتناکتر میشه. به نظر میرسید که پنکه نه تنها میچرخه بلکه انگار یه چیزی تو خودش داره. یه دفعه یه باد سرد و غیر عادی از پنکه به سمت من اومد و حس کردم پوست بدنم داره میلرزه. دوستم سارا که کنارم نشسته بود یه دفعه گفت تو هم صدا رو میشنوی؟ بهش نگاه کردم و متوجه شدم که اونم ترسیده. صدای پنکه حالا دیگه شبیه یه صدای ناله‌ای وحشتناک بود. به سارا گفتم بیا پنکه رو خاموشش کنیم. اما وقتی به دکمه خاموشی پنکه دست زدیم هیچی تغییر نکرد. پنکه در حال چرخش بود و به طرز عجیبی صدا میداد. یه دفعه پنکه وایساد و همه جا تاریک شد. برق قطع شده بود. حس می‌کردم قلبم داره تون میزنه و سارا هم کنارم به لرزه افتاده بود. این وسطا صدای خشخش عجیبی به گوشم رسید. احساس کردم یه چیزی تو تاریکی حرکت میکنه. با کمی ترس و احتیاط سعی کردم به سمت پنکه برگردم اما هیچی نمیدیدم. یه دفعه پنکه دوباره شروع به چرخش کرد و صدای ناله ها بیشتر شد. سارا داد زد پارمیدا بریم بیرون. اما قبل اینکه بتونیم حرکتی بکنیم پنکه به طور غیر قابل توضیحی شروع به حرکت به سمت ما کرد. سایه‌ای تاریک از پنکه بیرون اومد و به آرومی به سمت ما نزدیک شد. تو اون لحظه ترس تمام وجودم رو گرفت. سایه که حالا شکل انسانی به خود گرفته بود به آرومی به ما نزدیک میشد. من و سارا به سمت در دویدیم اما در قفل شده بود. صدای ناله ها و خنده‌های عجیبی از پنکه بلند میشد. ما به شدت ترسیده بودیم. ما با تمام قدرت به در کوبیدیم اما به نظر میرسید که هیچکی ما رو نمیشنوه. سایه حالا خیلی نزدیک شده بود و من میتونستم یه چهره ترسناک رو ببینم. با صدای بلندی داد زدم لطفاً برو، ما با تو هیچ کاری نکردیم. اما سایه بدون هیچ حرکتی به ما نگاه میکرد. یه دفعه پنکه به طرز عجیبی وایساد و سایه ناپدید شد. همون لحظه برق دوباره روشن شد و همه چی به حالت عادی برگشت. ما هنوز به هم چسبیده بودیم و از ترس نمیتونستیم به هم دیگه نگاه کنیم. مدتی بعد ما به خاطر اون شب وحشتناک به هیچ وجه نتونستیم بخوابیم. بعد اون روز پنکه رو دور انداختیم و هرگز به سراغش نرفتیم. این تجربه برامون درس عبرتی شد. هر چیزی که به نظر عادی میاد ممکنه داخل خودش یه داستان ترسناک و غیر قابل تصور داشته باشه. حالا هر بار که به یه پنکه نگاه میکنم یاد اون شب و سایه ترسناکی میفتم که تا ابد تو ذهنم حک شده. و اینطوریه که من همیشه به خودم میگم هرگز فراموش نکن که هر چیز عادی ممکنه یه چیز غیر عادی و ترسناکی داخلش باشه. به مرور زمان اتفاقات اون شب به بخشی از گذشتم تبدیل شده اما هر وقت که تو گرمای تابستون یه جا نشستم و صدای چرخش پنکه رو میشنوم یاد اون سایه‌های وحشتناک و ناله‌های مرموزش میافتم. مدت‌ها بعد اون اتفاق هر بار که به پنکه نگاه می‌کردم حس ناامنی و ترس به سراغم میومد. سعی کردم با دوستام درباره‌اش صحبت کنم اما هر بار که داستان رو میگفتم احساس می‌کردم اون ترس دوباره زنده میشه. سارا و من هر دو تصمیم گرفتیم هیچ وقت درباره اون موضوع صحبت نکنیم و دنبال زندگی عادیمون باشیم. اما چیزی که هیچ وقت نتونستم فراموش کنم این بود که واقعا اون سایه یه جن بود یا فقط تخیل ما اون لحظه ترسناک بود. هیچ وقت پاسخش هم پیدا نکردم اما میدونم که ترس و وحشتی که از اون شب تو قلبم مونده همیشه باهامه. امیدوارم که شما هم هرگز با سایه ها و ناله‌های وحشتناک روبرو نشین چون گاهی اوقات ترس داخل ما میتونه واقعی تر از اون چیزی که تصور میکنیم باشه. بنابراین همیشه به اطرافمون توجه کنید حتی تو روزای عادی و آفتابی چون ممکنه تو کمین باشن.
این داستان منم به پایان رسید. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین و نترسیده باشین. خدا نگهدارتون. امیدوارم که از این داستان لذت برده باشین. اگر تمایل دارین داستان و خاطره ترسناکتون رو برای ما ارسال کنید، میتونید اونو به آیدی تلگرامی ما ارسال کنید که داخل دیسکریپشن همین ویدیو و بایو همین چنل یوتیوب قرار داره. اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفا ویدیو رو لایک کنید، چنل ما رو سابسکرایب کنین و برامون کامنت بذارین. خدا نگهدار.